خب توی این مرحله میخوایم اسکازی استوریج هایی که روی EMC داریم رو اد کنیم به ESX های هستمون. توی مرحله اول میایم توی استوریج پرووایدرمون مطمئن میشیم که اسکازی اینترفیسمون آنلاینه و دسترسی داریم به EMC. اینجا میبینیم که آنلاینه و دسترسی داریم. تو قسمت استوریج پرووایدرمون بعد میایم توی ESX های هستمون و اقدام میکنیم برای اد کردن اسکازی استوریج همون. تو قسمت استوریج آداپتور میبینیم که فعلا فقط یه دونه استوریج هاست 2 وجود داره و توی استوریج دیوایس همونم میبینیم که فقط لوکال VMware دیسک وجود داره و EMC وجود نداره. میایم توی قسمت استوریج آداپتور تو نتورک بایند پورت این پورتمون رو بایند میکنیم. این پورتمون منیجمنت نتورک سویچمون رو بایند میکنیم و بعد از میایم تو قسمت تارگت و آی پی آدرس اسکازی اینترفیس EMC رو اینجا اد میکنیم و بعد تو قسمت دیوایس ها چند دقیقه که صبر کنیم و یه رفرش بزنیم میبینیم که اسکازی دیسکمون اد شده به ESX. و اگر بعد از رفرش تو قسمت استوریج دیسک اگر نگاه کنیم استوریج دیوایس همون میبینیم که EMC استوریجمون اد شده به ESX و دقیقا همین کارا رو برای هست 4 رو هم انجام میدیم. دقت کنید که ویسنتر 2 توی سایت دوم هست و همین مراحل رو باید برای سایت اول هم انجام بدیم. اینجا بایند میکنیم اون منیجمنت سویچمون رو روی اسکازی اینترفیس و بعد اسکازی تارگتمون آی پی اسکازی تارگتمون رو مشخص میکنیم که 172.21.25 هست و بعد تو قسمت دیوایس اگر یه رفرش کنیم میبینیم که استوریجمون هست میشه. دقیقا همین مراحل رو برای سایت 1 هم باید انجام بدیم که بتونیم جلوتر استوریج ریپلیکیشن داشته باشیم.